با سلام. اومدیم با یک ویدیوی دیگه از زیبایی های روستا. روستا طبیعتا اینجوریه که ما بدون کفش کوهنوردی، بدون امکانات، هر موقعی که دوست داشته باشیم و دلمون بگیره میزنیم به دل طبیعت. مثل همین الان که ما اومدیم بیرون یه طبیعت گردی تو روز جمعه بگردیم، از زیبایی های طبیعت لذت ببریم. طبیعت همیشه یه جورایی سورپرایزی داره برامون. هر موقع میایم شاید خیلی صحنه ها رو قبلا یه جایی دیده باشی، ولی طبیعت روستا همیشه قشنگه و همیشه یه تازگی برات داره. میبینین که با این وجود گرما یه آب سرد خوردنش چقدر لذت بخشه، اونم با دستای خودت از اون رودخونه‌ای که داره چشمه‌ای که آب میاد. آب و هوای تازه، هوای اکسیژن خالص، همه اینا رو فقط میشه تو روستا پیدا کرد. اینه که هر موقع خواستی بدون هیچ تجهیزاتی بیای تو این طبیعت، به این بکری و زیبایی و لذت ببری.